یوز سریع و قدرتمند. پوما. پوما در سال 1948 توسط رودولف داسلر در آلمان تأسیس شد که رقیب اصلی برند آدیداس که توسط برادرش آدیداسلر پایه‌گذاری شد هستش. اولین محصولی که پوما به بازار عرضه کرد کفش فوتبالی اتم بود که مورد توجه بسیاری از ورزشکارا قرار گرفت. پس از اون کفش سوپر اتم با ویژگی میخ‌های قابل تعویض عرضه شد که موفقیت‌های بزرگی برای این برند داشت. البته همون موقع هم آدیداس اورجینال با همین ویژگی عرضه شده بود که رقیب سرسخت سوپر اتم بود. از اونجا که پوما و آدیداس هر دو از یک خانواده و از یک کارگاه مشترک شروع کرده بودند، رقابت شدید بین این دو برند بسیار زیاد بود و پوما نیاز به استراتژی‌های خاصی برای جذب مشتری داشت. همکاری با یوسین بولت، سریع‌ترین مرد جهان، یکی از موفق‌ترین همکاری‌های این کمپانی بود. لوگوی پوما یک یوز در حال پریدن هستش که نماد سرعت و چابکیه. این لوگو از سال 1948 به عنوان سمبل این برند هنوزم که هنوزه باقی مونده. همکاری پوما با برندهای مد مثل بالنسیاگا و اسپانسری تیم‌های بزرگی مثل منچستر سیتی، آرسنال و دورتموند باعث افزایش موفقیت‌های بیشتر این برند شد. پوما در سال 2022 به رکورد فروش بی‌سابقه 8 میلیارد یورویی رسید که به خاطر افزایش همین همکاری‌ها و اسپانسری‌های جدید بود.